سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال تاجیک استیج دی. ما امروز تصمیم گرفتیم که درباره یکی از قهرمان فیلمی نوی هرگز رها نمیکنم امینه گیلشی آزیل یعنی نوریا به شما معلومات دهیم. برای پیشرفت کاری ما شما به کانال ابونه شوید، فکر و اخنی خود رو در کامنتر نویسید و اینجا در ویدیو لایک کنید. به شما تماشای با فراغت خواهانم. امینه گیلشی آزیل 30 اپریل سال 1993 در شهر گتیبورگ شویتزیا تولد شده است. هنرپیشه شوئدی و ترکی، مدل و زیباگی شویتزیا که در شویتزیا تولد شد و به وایه رسیده است. وی میس ترکیه 2014 که کشورش را در آزمون میس ورلد 2014 معرفی کرد. مادر گیلشی زاده شهر ازمیر ترکیه است و پدر او از تاتارها است. امینه یک برادر دیگر بارام شاهان گیلشی دارد. حالا امینه گیلشی در شهر استانبول ترکیه زندگی میکند و در آنجا همچون اکتریسه و مدل کار میکند. امینه گیلشی غالب آزمون میس ترکیه 2014 گردید. چاره‌بینی در استودیو استار تیوی در استانبول 27 می سال 2014 برگزار گردید. پس از یک سال وی تاج میس ترکیه را بر سر وارث خود جیمز پرنگ گذاشت. گیلشی در آزمون میس ورلد 2014 رقابت کرد اما نتوانست به قسم نهایی خود برسد. میگذاریم به حیات شخصی گیلشی آزیل. از سال 2015 وی با فوتبالباز مسعود آزیل ملاقات میکرد. فوتبالباز آلمانی اصل ترکی، قهرمان جهان در 2014 در تیم ملی آلمان 7 ایون سال 2019 آنها یعنی مسعود آزیل و امینه گیلشی ازدواج کردند. در ازدواج آنها پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان و زن او امینه شاهدی توی زیبایی آنها بودند. میگذاریم به سلسله فیلمایی که امینه گیلشی نقش بازی کرده است. سال 2015 تا سال 2016 در سلسله فیلم نیزشتون یادکاژوس یعنی هرگز رها نمیکنم با تخلص نور و در سال 2017 در سلسله فیلم یا ابایخ پلیوبیلا با تخلص سونا نقش بازی کرده است.